24 عیب است. 18 هم دیر است اصلش. 18 این قانونی الله نیست. قانونی الله بلاغت که رسید باید زن گیرد. او عقلش نیست. هیچ کدام 40 ساله عقلش هست که مثلا یه آدم 50 ساله شدگی نماز نمیخواند، روزه نمیدارد، زکات نمیدهد، الله تعالی را عبادت نمیکند. اگر ما گوییم که او فرزند 15 در آدم زن گیرند، تو گوییم اگر و عقلش نیست، تو 50 در آمدی عقل نداری؟ تو اگر عقل میداشتی همین کاراتو نمیکردی. مثلا زنا کنه تیج گپ نیو، زن گیرد نه ممکن نه. ها چوه؟ برای اینکه این حالی یاش، حالی این یعنی که نمیفهمد زندگی. آخه همین تا 18 در آمدن حاضر جوانای ببینید چقدر دست به گناه زدگی. نعوذ بالله. برای همین 24 ساله این گناه هست. کسی 24 ساله شده زن میگیرد، این بگه بیمار میشد، از حیاتش فایده نمیبره. عین جوانی از دست دادید برادر. شما هم دیگر برادرایی که 24 به در آمد، آدمی که شرایطی مثلا مشکلی داشت، در غریبی بود، یکم مشکلی داشت، پرابلم داشت، یک گپی. همین سببا قناعت نکردن با اون مالی که الله تعالی برای شما تقسیم کرده است. همه میخواد که یا ماشینی کلان در تویش باشد، لیموزین، قصر، یگان توی خانه کلان، اول ماشین خرد، پولدار شود، زن گیرد، سیو در آمدگی، بعد حیات مزه نمیتید برادر.